عرض ادب دوستان عزیز، عرضم به خدمت آقایون خانمایی که به اصطلاح نویسنده هستند. تو رو خدا خواهشان نکنید این کارو. خدا وکیلی فیلم میگیرم، ادیت میکنم، تایتل میزنم، برش میدم، همه کار میکنم، میذارم تو چنل، تو پیج خودم، بعد حق مالکیت میده به کسی دیگه، حق نشر میزنه. نکنید خدا وکیلی. از دیگری بر ندارید، نذارید تو پیج خودتون. به خودم بگیم من خودم فیلم نامه، رمان، شعر، ترانه، داستان، هر چی بخواد بهتون میدم، بهتون میگم خودتون بنویسید. ولی خدا وکیلی این کار رو نکنید. ساعت 5 خورده دیشب تا به حال نخوابیدم، اعصابم خورده. خدا وکیلی اومدیم یه چنل زدیم، غلط کار کردیم که پیج ما رو رشد بدیم. کسی حمایت نمیکنه، خودمون بیام یه کاری انجام بدیم، دیدیم از خودی خوردیم، از بغل دستمون خوردیم. نکنید خدا وکیل این کارو. و دهن ما سرویس شد. سالها نوشتیم، رنج کشیدیم، درد کشیدیم، با بیپولی، فقر، بدبختی. حالا آمدیم که گذاشتیم، دیدیم کپی کردن، حق مالکیت زده به کسی دیگه. بابا نکنید این کار. حق مالکیت به کسی دیگه بزنه، یه کتاب 100 برگ باید بره کنار. یعنی نمیتونم بذارم، اصلا نمیشه، چون سریعا پیجم میپره. حق مالکیت زده دیگه، کارم نمیشه کرد. آقا راضی نمیشه اصلا، میگه آقا من مالکی این اثرم. حالا بیا شکایت بکن و درد سر بکش، بدبختی گرفتاری بکش. بابا نکنید این کار خدا وکیلی.